4 درس از حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما، خلیفه دومی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما یار دومی نبی کریم صلی الله علیه و سلم است و یکی از عادلترین امیران روی زمین می باشد و این 4 درس برای ما و شما دارد. شماره 1: دوستت را صالح انتخاب کن و در انتخاب دوست دقت داشته باش. واقعیت انتخاب دوست در زندگی انسانها بسیار مهم می باشد. چه بسا انسانهایی است که از برکت دوست به بلندترین قله‌های موفقیت رسیدند و چه بسا انسانهایی است که از انتخاب دوست نادرست به گودال جهنم گرفتار شده، به عملهای نادرست گرفتار شده. مثلا انواع عملهای چرس، تریاک، نشاور یا به اصطلاح مردم عوام پودری که می شود از دست یار بد و دوست بد می شود. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. اگر با یک انسانی عابد، متقی، انسان اندیشمند و دانشمند و خردمند بشینیم، 6 ماه بعد تو هم از جمله آنها انتخاب شمرده میشی. اگر با یک انسان مدرس بشینی، 6 ماه بعد، 1 سال بعد تو هم میتوانی توانایی از داری که یک مضمونی را، یک رشته ای را تدریس بکنی. اگر با یک دوست قمارباز، یک نشه‌ای بگردی، 6 ماه بعد تو هم یکی از آنها حساب میشوی. پس باید در انتخاب دوست دقت داشته باشی. دوم گزینه: قسم به ناحق را سبک مشمار که هلاکت میکند. قسم بسیار در اسلام مهم می باشد که بجز از نام الله متعال و دیگر اشیاء و اجناس و دیگر نام ها قسم جایز نمی باشد. امروزه می بینیم قسم در بین مردم بسیار عادی گشته است. مردم به چیزهای ناحق قسم می خورند. مرا به مسجد، مرا به فلان زیارت، مرا به حتی مرا به سر پدر و مادر، مرا به فلان. این قسم ها کلش ناحق است. قسم هایی که است که اصلا جواز نداره، که انسان را به هلاکت میکشانه و به ناحق قسم خوردن و به نام الله متعال این عاقبت بخیری نداره. سوم گزینه: چیزی که به تو مربوط نمیشه مداخله نکن برش. حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما میگوید چیزی که برایت مربوط نمیشه مداخله نکن. در امور زندگی انسانها و در روابط شخصی انسانها، در زندگی شخصی انسانها مداخله کردن از لحاظ اسلام جواز نداره. مثلا میبینی که 2 برادر در جای نزاع داره، دعوایشان شده، تو هم در بین اینها بدون از اینکه از چیزی خبر باشی و برات ارتباط هم نداره مداخله میکنی. البته اینجا یک نکته بسیار مهم است دوستان نهایت معزز، یکی امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که وظیفه هر مؤمن و مسلمان می باشد که باید انسانها را به راه خوب دعوت بکنه و از راه بد و منکرات دیگه مانع شود، که مانع انجام منکرات شود. این وظیفه هر مؤمن مسلمان است. اما مداخله نمودن در امور شخصی دیگر را با دوست چیزهایی که به ما ارتباط نداره، این دیگه جواز نداره. مانند یک پدر و امرای فرزندش یک کشیدگی میانشان پیدا میشه، تو هم برو در اینجا مداخله بکو، بدون از اینکه اینها را جرامت بکنی، بدون یک گپ صلح و خیر را بزنی، دعوای از آنها هم بیشتر شود و این بسیار یک کار ناپسند می باشد. 4 گزینه: رازهایت را از دوستت نگه دار مگر دوستی امین. چه بسا انسان‌هایی است که از دوست‌های نزدیک خود ضربه خوردند. ارسطوی بزرگ میگوید اگر میخوای دوستت را امین بودنش را امتحان بکنی، برش اول دروغ را در میان بگذار. دروغ بگو. اگر دیدی بعد از گذشت زمان رازهای تو را افشا نکرد، دروغ تو را افشا نکرد، آن وقت است که میتونی حقیقت را در میان بگذاری. چقدر زیبا میگوید. اگر شما نیز میخواین در زندگی موفقتر و کامیابتر باشید، پس این 4 درسی از خلیفة المؤمنین حضرت عمر فاروق را در نظر بگیرید. اولا در انتخاب دوست باید دقت داشته باشیم. دوم
قسمی به ناحق را سبک مشماریم. سوم، به آنچه که به ما مربوط نمیشه مداخله نکنیم. چهارم، رازهای خود را از دوستمان نگه داریم، بجز دوستانی امین و راستکار و صادق و دوستانی با وفای ما. و در آخر تک تک شما دوستانی نهایت معزز به الله سبحان می سپارم. شاد و موفق، کامیاب و پیروز باشید. ایام به کامیتان باد.